استفاده از چت جی پی تی اصلا خطرناک نیست. اعتیاد به راحت طلبی خطرناکه. اینکه یه زمانی ما میشستیم میجوشیدیم، افکارمون رو میریختیم بیرون، خطی میکردیم، پاک میکردیم، دوباره مینوشتیم، این باعث میشد خلاقیت ما شکوفا بشه. اما الان چی؟ یه سری آدم راحت طلب شدیم، مخصوصا در رسته و جایگاه مدیران بیزنس های کوچک که هیچ کس و هیچ چیزی رو جز چت جی پی تی قبول ندارن. چت جی پی تی خالق نیست، پیشنهاد دهنده است، یک پیشنهاد دهنده بیروح. یه جایی میرسی که دیگه واقعا شما اسم خالق رو روی خودتون نمیتونید بذارید، فقط مجری هستی، یک مجری معتاد به ایده. کسی ازتون بپرسه چه خبر، نظرت درباره فلان موضوع چیه، فقط میتونی سکوت کنی، هیچ ایده ای نداری، چون اعتیاد پیدا کردی به یک ربات. خلاقیتتون رو ارتقا بدید. ارادت.